اما امروز باشد از این کتاب مبارک، از این اصول سنت، بیان منزلت سنت و علاقه آن با قرآن را صحبت خواهیم کرد. بیان منزلت سنت و علاقه آن با قرآن. مصنف امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه در اینجا شروع می‌نماید کتابش را و میگه که و سنت عندنا آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، و سنت در نزد ما آثار، یعنی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. سنت در نزد ما آثار، یعنی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. این نقطه ارزشمند و مهم است که این را ما باید زیر نظر قرار بدهیم. این نقطه را. بارک الله فیکم. چی گفت مؤلف؟ امام احمد سنت در نزد ما این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. پس سنت در نزد عقیده اهل سنت و الجماعت که امام احمد این عقیده را بیان کردن، اینها احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. چون که شیخ الاسلام رحمت الله علیه میفرماید که سنت این یعنی آنچه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بر آن بودند از اعتقاد و قول و عمل می باشد. این رو خوب اندیشه کنید برادران. آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن بودند و صحابگان کرام از اعتقاد نقطه مهمتر و قول و عمل بودند. برای چی این نقطه را شیخ ذکر نمود؟ به خاطر آنه که بیشتر از مردم شاید به قول و عمل اهمیت بدهند ولی که اعتقادی ندارند در اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم، دور هستند، فرسخ دور هستند. برای همین سنت، اساس سنت این اعتقاد و قول و عمل است. و نیز شیخ الاسلام می‌فرماید که اهل سنت آنهایی هستند که کاملا و با دقت از کتاب الله و از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی میکنند. نقطه در اینجا کاملا گفت. پس اهل سنت کیا بودند؟ آنهایی هستند که کاملا و با دقت از کتاب الله و سنت پیامبر پیروی میکنند و همچنین پیروی میکنند. نقطه دوم، و همچنین پیروی میکنند از آنچه که نسل اول صحابگان کرام از جمله مهاجرین و انصار بر آن بودند و همچنین آنهایی که پس از ایشان پیروی کردند. سه نقطه مهم ذکر کردن. یکم اتباع پیروی و پیوستند با اعتقاد و قول و عمل. اول اعتقاد ذکر نمود، سپس قول و عمل، چون یکی از این بدون دیگر بودن نمیتواند. سپس از مهاجرین و انصار صحابگان کرام، مهاجرین کسانی که از مکه مکرمه بعد ظلم استان بر مدینه منوره هجرت کردند، انصاری کسانی هستند که رسول الله را با مهاجرین را قبول کردند، آنها را نصرت دادند. و سپس کسانی که از این مهاجرین و انصار از رسول الله پیروی کردند، از تابعین و تبع تابعین با احسان. و ابن رجب حنبلی در جامع علوم الحکم، یکی از بهترین شرح کتاب 40 حدیث نبوی است، زیباترین کتاب است، میفرماید که ائمه ما، یعنی علماهای ما، در بیان کلمه سنت راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش را در نظر دارند که این راه روش پیامبر و راه روش صحابگان کرام خالی از شبهه هاست و خالی از شهوات است. این را ابن رجب گفتند رحمت الله علیه. سنت راه روش پیامبر این اعتقاد صحیحی که آنها داشتند در زمان خود زندگی کردن آن است. امام اوزاعی رحمت الله علیه میگوید که بر تو لازم است که روایت سلف را بر خود لازم بگیری. بر تو لازم است، یعنی بر تو واجب است، حتمی است که بدون این تو راه را پیدا کنی نمیتوانی، راه سلف رو لازم بگیری. در نقطه دو میگه هرچند که مردم تو را بدرقه و دور کنند، هرچند که مردم تو را نپذیرند، هرچند که مردم از تو روی گردان باشند، بعد تو لازم است که تو راه روش سلف صالح را بگیری. پس سلف صالح صحابگان کرام است و کسانی که به احسان از اونها پیروی کردند، این سه قرن. و در دوام امام اوزاعی میفرماید که و بر حذر باش از آرا، فکر و اندیشه و نظریات مردم، هرچند سخن خود رو برای تو آراسته و مزخرف زیبا جلوه بدهند. چون غالبا مردم اهل بدعت کسانی هستند که آنها در سخنرانی زیبا سخن میگویند، اما در اتباع و در اعتقاد و پیروی از منهج رسول صلی الله علیه و دور هستند. و ابو محمد حسن ابن علی البربهاری، امام اهل سنت و جماعت، در عصر خود در کتاب شرح سنت، یک از کتاب‌های زیبا است، می‌فرماید که بدون الله تو را رحمت کند، بدون الله تو را رحمت کند در عقیده قیاس نیست و در آن در عقیده مثال و مثل زده هم نمی‌شود و در این عقیده خواهشات نفس هم پیروی کردن نمی‌شود، بلکه آن این آثار تصدیق آثار رسول صلی الله علیه و است، به کیفیت و به شرح دادن، به کیفیت و به شرح باطل دادن. چرا و چگونه؟ و می‌فرماید که
علمی کلام خصومت و بحث مناظره و شک و شبهه را در قلب انسان پیدا میکند و در دل انسان شک را میافزاید. اگرچند که اگر صاحب آن کسی که با علمی کلام چنگ بزند، اگرچند که با حق برسد، با سنت برسد، ولی در دل انسان شبهه و شک را پیدا مینماید. پس آثار رسول الله صلی الله علیه و سه قسمت است. یکم فعلی است، دوم قولی است و سوم تقریری. در دست گوشه گفته بودیم ما فعلی، قولی و تقریری است. اما فعل های پیامبر صلی با قسم های گوناگون تقسیم می‌شود. فعل پیامبر، فعل های پیامبر با قسم های گوناگون تقسیم می‌شود. فعل هایی که بیانگر واجب بودن را می‌نماید. بعضی از فعل های پیامبر است که دلالت بر واجب بودن می‌کند. فعل های دیگر است که بر بیان مستحب بودن می‌کند، استحباب، مستحب بودن. و فعل هایی که دلالت بر جایز بودن می‌کند و فعل هایی که دلالت این خاص آن حضرت بودن، عادت آن حضرت بودن صلی الله علیه و سلم. همین گونه تقسیم است. یکم فعل هایی که دلالت بر واجب می‌کند، دوم دلالت بر جایز بودن می‌کند، سوم دلالت بر مستحب بودن می‌کند و چهارم دلالت بر عادت آن حضرت می‌کند. که بر این سنت گفته نمی‌شود. به مثل صلاح. پس در اینجا سوال می‌شود که چگونه انسان بی‌تواند عمل کننده بر سنت باشد، چگونه انسان بی‌تواند عمل کننده بر سنت پیامبر باشد و نابود سازنده بدعت بگردد یا که نابود سازنده بدعت باشد. اولا آموختن سنت بر قدر امکان. دوم دعوت به سوی سنت و مخالفت نکردن آن آثاری که از رسول ثابت است. و سوم دعوت به سنت پس از علم و عمل بر آن. چون گاهی میشود انسان چیزی را سنت میشمارد که اصلا سنت نیست. برای این نقطه مهم است. و همچنین صبر در طلب نمودن سنت و همچنین حمایت سنت با سخن و عمل کردن. در این موضوع ابن قیم رحمت الله علیه می‌فرماید که رسانیدن و تبلیغ به سوی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهتر از آن کسی که تیرها به طرف دشمنی که به گلوی دشمن رسانده شود. می‌فرماید که زیرا تبلیغ نمودن کار بسیاری از مردم است، اما کسی که ترغیب سنت را انجام می‌دهد، سنت را بر مردم نشان می‌دهد، مردم را به سوی سنت راهنمایی می‌کند، این را جز وارثان پیامبر کسی دیگر انجام نمی‌دهند. در تفسیر ابن قیم صفحه 431. و شیخ فرمودند که در دوام که امام احمد رحمت الله علیه و سنت تفسر القرآن و هی دلائل القرآن. سنت این تفسیر کننده قرآن است. و توضیحگر و شرح بیان آیات‌های قرآنی است. سنت برای همین تفسیر قرآن با قرآن است، سپس تفسیر قرآن با سنت است. این با اجماع علما است، اتفاق علما است، اتفاق مفسران. بهترین تفسیر این تفسیر قرآن و قرآن تفسیر قرآن با سنت است. از زیباترین تفسیر، بالا مقام ترین تفسیر. اگر دلیل ها از قرآن مجمل باشد، مجمل سخنی که معنای آن با شرح نیازمند است. بعضی از معناهای قرآن که با شرح دادن احتیاج دارد، سنت آن را برای ما تفصیل و شرح می‌دهد. اگر مبهم باشد، برای ما ناروشن بگردد، پس سنت آن را برای ما واضح و روشن می‌کند. کلام الله سبحانه و تعالی را. و سنت با قرآن سه حالت دارد. حالت اول، سنت با حکم‌های میآید که در قرآن آمده است. اصلا آمده است. این مسئله یکی سنت در حکم‌های میآید که اصلا در قرآن وجود دارد و یکی در سنت هم این ذکر می‌شود. این از باب نصرت است، از باب زیاده بودن دلیل است. مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن نماز را بر تمام بندگانش فرض قرار داد. همچنین در سنت هم دیده می‌شود. و همچنین الله سبحانه و تعالی در قرآن زکات را بر بندگان فرض قرار داد. این هم در سنت دیده می‌شود. و همچنین الله در قرآن روزه، حج، زکات این را برای مردم فرض قرار داد. اینها هم در سنت فرضیت اینها اثبات می‌شود. این حالت اول. حالت دوم، اینکه قرآن با حکم‌های مجمل یا که حکم‌های مطلق یا حکم‌های عمومی آید. حکم‌های عمومی آید. در اینجا سنت آمده حکم‌هایی که مجمل است آنها را روشن می‌کند و حکم‌هایی که احکامی که مطلق است آن را محدود می‌کند یا که عموم را خاص قرار می‌دهد. یا که قرآن با طور عموم میاد و سنت باشد آن را میآورد و روشن می‌کند. یا که قرآن در حکم را مطلق میاد، سنت آورده این را محدود می‌کند. چگونه که در قول الله سبحانه و تعالی است فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، اگه می‌فرماید پس با روی‌ها و دستان خود مسح بکشید. در قول الله سبحانه در سوره نساء، در سوره مائده همچنین آیه 6. و سنت آمده این آیه کریمه را برای ما شرح و واضح و بیان می‌کند. از عمر ابن یاسر رضی الله عنه روایت می‌کنه سألت النبی صلی الله علیه و آله عن التیمم، من از
پیامبر در بیان تیمم پرسیدم فامرنی ضربة واحدة و بر من امر نمود. وقتی که عمرو ابن یاسر در بیان تیمم از رسول الله پرسان کردن و رسول الله بر عمرو ابن یاسر امر کردن، امرنی ضربة واحدة گفتن که یک ضربه بر خاک بزنم. در بالا آیت کریمه چی بود؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، شما بر چهره های خود و دستان خود محض بکشید. اکیر سنت بیان می نماید. عمرو ابن یاسر روایت می نماید که من از رسول الله این مسئله تیمم رو پرسیدم، گفت یک ضربه بر خاک بزنم لوجهه و لکفین گفتن و این ضربه که بر خاک زدم بر روی و دو دستان خود بیمالم. ابی داود این حدیث روایت کردن. این حالت دوم بود. اما حالت سوم که سنت احکام تازه و جدید رو می آورد. سنت احکام تازه و جدید و نوی رو می آورد که در قرآن اصلا نیست، در قرآن نیست. پس باید به این هم عمل کرد. و مثل که حرام بودن جمع کردن زن با عمش، دختر رو میگیری اما که ازدواج کردن با عمه وای همچنین، این رو سنت حرام کرده است. و حرام بودن جمع کردن زن با خاله‌اش، زن با خاله‌اش. و قول رسول صلی الله علیه و آله که لا یجمع بین امرأتی و عمتها، گفتم بین زن و عمه‌اش جمع نمیکنیم، ولا بین امرأتی و خالتها، و نه بین زن و خاله‌اش جمع نمیکنیم. در روایت بخاری و مسلم است. و سپس مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که امام احمد وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو اتباع و ترک الهوا. در سنت قیاس نیست، نظیر و مانند هم ندارد و با عقل و هوا و هوس درک هم نمی شود. با عقل و هوا و هوس درک هم نمی شود سنت، بلکه سنت هو اتباع و ترک الهوا، بلکه سنت این اتباع و اقتدا و پیروی و ترک هوا و هوس می باشد. این است سنت. اگر این معنایی که در اینجا مؤلف ذکر نگر، این معنا رو اگر در قلب انسان در آمد، و درست که انسان رستگار می شود. در سنت به درستی قیاس نیست. مراد مؤلف امام احمد در سنت قیاس، این قیاس عقلی رو میگن، قیاس عقلی که باطل است، مخالفت می‌نماید کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله رو. اما قیاس شرعی که مخالفت نمی‌نماید بلکه واضح روشن میکنه کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله، این امر جوی بلا است. در مورد قیاس شرعی اگر ما بگیریم، در شریعت ربا را الله سبحانه و تعالی حرام کرده است. همین گونه نیست؟ ربا در شریعت حرام است. ربا از گندم باشد، از هر چی باشد. در اینجا علما میگن همین ربایی که الله باز گندم حرام کرده، اگر الله سبحانه و تعالی این ربا از برنج هم حرامش میکنن. قیاس شرعی فهمو این نقطه مهم است. ابو محمد حسن ابن علی البربهاری رحمت الله علیه، امام اهل سنت و الجماعت میفرماید که بدون الله تو را رحمت کند. در عقیده قیاس نیست. این نقطه را هم در بالا ذکر کرده بود. در عقیده قیاس نیست و برای آن مثالی که مثل هم زده نمیشود و در آن خواهشات نفس هم پیروی کرده نمیشود، بلکه آن تصدیق آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم به کیفیت به شرح که به معنای باطل گفته نمیشود. نمیگیم چرا و برای چی. شاید این سوالا هم بیشتر شود، زیاد شود. برای چی، چرا، یا که حکمت آن دیگر. بارک الله فیکم. سپس مؤلف رحمت الله علیه امام احمد میفرماید که انما هو اتباع و ترک الهوا، بلکه سنت این اتباع و اقتدا و پیروی است و ترک هوا و هوس است. پس سنت با نقل از کتاب و سنت صحیح گفته های صحابگان کرام فهمیده می شود. کتاب و سنت و گفته های صحابگان کرام رضی الله عنهم، اما با شرطی که سند آن، سلسله زنجیر آن صحیح باشد است. اگر ضعیف باشد پس وای مورد قبول و پذیرش نیست و بر وی هم عمل کرده نمی شود. امام اوزاعی رحمت الله علیه می‌فرمایند که بر تو لازم است که روایت سلف را بر خود لازم بداری. روایت سلف رو بر خود لازم داری، هرچند مردم تو رو تعبید به درقه و دور کنن. بر حذر بکن از نظریات های مردم، فکر اندیشه های مردم، هرچند که سخنانشان را آراسته و مزخرف و جلوه زیبا بدهند. از این برحذر کنندن ما را. و سپس مؤلف رحمت الله علیه نقطه دیگری را از مهمات اصول سنت بیان می‌نماید. می‌فرماید که ایمان و اعتقاد باوری به تقدیر و نیک بد آن. ایمان و اعتقاد باوری به تقدیر نیک و بد آن. می‌فرماید و من السنت اللازمه التي من ترك منها خصلة، و از سنت و امور اعتقادی لازمی که هر کی یکی از موارد از آن را ترک نماید، یکی از خصلت‌های آن را ترک نماید،
لم يقبلها و یؤمن بها و لم یکن من اهلها. در حقیقت دین را به کلی نپذیرفته است و با ترک آن مورد یکی آن خصلت با وجود ایمان آوردنش از اهل سنت نیست میگوید امام احمد. و این جمله که امام احمد بیان کردن اعتقاد واجب و لازمی سلف صالح را در بر میگیرد. هر کس چیزی از امور دین که الله و رسولش صحابگان کرام ثابت شده است انکار کند و قبول ننماید کافر می شود. چیزی که ثابت شده است. و در اینجا ایمان به تقدیر و یکی از اساسهای ششگانه ایمان که هست، در اینجا مؤلف این نقطه را یادآور می شود که هر کی به آن ایمان نآورد که آن را انکار نماید و که قبول نکند از دایره اسلام بیرون می شود و از کافران و مشرکان قرار می گیرد. و چگونه که بر همگان بیان است، معلوم است اساس رکنهای ششگانه ایمان که حدیث جبرائیل است: ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابها، ایمان به پیامبران، ایمان به روز قیامت و ایمان به تقدیر و نیکی بد آن. از این اساسهای ششگانه، رکنهای ششگانه ایمان در کتاب و سنت و اتفاق و اجماع مسلمان‌ها یکی از اصولهای اعتقادی در نزد عقیده اهل سنت و جماعت در بر میگیرد که پیامبران، نبیان، تمام امت بر این اصول ششگانه اعتقاد و باور دارند، مگر کسی که از حلقه اسلام بیرون شده باشد، بیرون رفته باشد، از جمله کافران گشته باشد. سپس مؤلف میگوید که الایمان بالقدر خیره و شره، ایمان به تقدیر خیر و شر آن، و تصدیق بالاحادیث فیه، و تصدیق نمودن احادیث در این بیان ایمان و تقدیر خیر و شر، و الایمان بها، و ایمان آوردن بر آن، و لا یقال لما ولا کیف، انما هو التصدیق والایمان بها. این نقطه مهم است. نمیگوی انسان یا گفتن نمیشود برای چی و چگونه چی به. در این مورد فقط تصدیق لازم است و ایمان آوردن بر آن لازم است. همین است و بس. از این نقطه که امام احمد در بیان ایمان به تقدیر ذکر می نماید، تقدیر خیر و شر، حقیقتا این مذهب سلف صالح است. ولید این مسلم رحمت الله علیه روایت میکنن که میفرمایند که من از این حدیث ها در بیان صفات سوال کردم و همه در جواب گفتند، یکی در زمان خود از اهل علم همه در جواب گفتند. چی گفتند؟ گفتند ما آن حدیث ها را چنان که وارد شده است قبول میکنیم و میپذیریم و چیزی از آن را رد نمیکنیم. خلل در سنت و در قدمی در صفات و اجور در شریعه این نقطه را ذکر کردند. و همچنین ابن عبدالبر به واسطه دیگران از اوزاعی روایت کردند و فرمودند که از زبان اوزاعی آنها مکحول و زهری میگفتند. ما این احادیث را همچنان که وارد شده اند میپذیریم و قبول میکنیم. احادیث در باب صفات و در باب قضا و قدر. این سخن امام اوزاعی را که ابن عبدالبر ذکر نمودند در جامع العلم و بیان و فضلی ذکر کردند. و ابن عبدالبر رحمت الله علیه میفرمایند که در مورد حدیث های صفات مالک ابن انس، اوزاعی، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه و غیر از علما بر ما روایت کردند که همه یک دیلانه میگفتند. چی میگفتند؟ ما این حدیث ها را همچنان که وارد شدن قبول میکنیم و میپذیریم. یعنی معنای صفات را اثبات میکنیم و در باب کیفیت آنها، یعنی که صفات ها سخن نمیگوییم و آن را آنگونه که روایت شدن آنها را رها میکنیم. و عبدالله ابن احمد فرزند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه با سند صحیح از وکی از ابن جراح رحمه الله روایت کردند که فرمود این احادیث را چنان که وارد شده ام میپذیریم و تصدیق میکنیم و از کیفیت آنها نمیپرسیم و نمیگیم چرا و برای چی. در باب صفات الله سبحانه و تعالی در السنه از امام احمد ذکر شده است. و همچنین حدیث ابن مسعود که فرمودند ان الله عز وجل يحمل السماوات على اصبع والجبال على اصبع، الله آسمان ها را در یک انگشتش و کوه ها را در یک انگشتش حمل میبردارد. در روایت بخاری و مسلم است. و نیز رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که قلب فرزند آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب فرزندان آدم بین دو انگشت از انگشتان رحمان است. مسلم روایت کردند. و همچنین نسائی لالکایی که یکی از کتاب‌های معتبر اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت دارند که وفات آن کس تقریبا سال 418 از هجری است، در اسناد خود از محمد ابن حسن فقیه عراق نقل می‌کند. می‌فرماید که فقیهان از مشرق تا مغرب بر اعتقاد
بر قرآن و حدیث های در بیان صفات های الله سبحانه و تعالی ذکر شده اند با روایت های معتبر و اعتماد بیان شده اند از رسول الله صلی الله علیه و سلم به تفسیر به تشبیه قبول میکنند و میفرماید که پس هر کی از این صفات ها را تعویل کند در حقیقت راه و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کرده است. هر کسی از این صفات های الهی را اگر که تعویل کند در حقیقت راه و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترک کرده است و از جماعت مسلمانان بیرون رفته است. و میفرماید که هر کی نظر جهم ابن صفوان داشته باشد یا که از او راضی باشد در حقیقت از جماعت مسلمانان برآمده است. میفرماید زیرا آن الله که این جهم ابن صفوان توصیف یا تعریف میکند وجود ندارد اصلا، یکی هیچ صفاتی رو بر الله سبحانه و تعالی این جهم ثابت نمیکرد. یکی از کافرترین مردم در زمان خود بود. و دارالقطنی با سند صحیح از عباس ابن محمد داری روایت میکند که در حالی که ابو عبید قاسم ابن سلام روایت را در زمینه رؤیت الله سبحانه و تعالی، دیدار الله سبحانه و تعالی و بیان کرسی و موضع قدم الله سبحانه و تعالی و بیان خندیدن پروردگارمون یا که از ناامیدی بندگان ذکر می و اینکه پس از آفرینش آسمان ها پروردگارمون کجا بود و هنگامی که دوزخ پر کرده می شود، هنگامی که پر کرده می شود یا که دوزخ پر نمی شود، تا اینکه الله متعال قدمش را بر بالای دوزخ می گذارد و ناگاه دوزخ میگوید بس است. همه این روایت ها را در باب صفات ذکر کردن. میگه که من شنیدم که میگوید این احادیث صحیح هستند و اصحاب حدیث محدثین کرام و فقیهان اینها را یک دیلانه قاطعانه روایت کردند و قبول کردند و میفرماید که این احادیث در نزد ما صحیح است و قبول است و شک و تردید در این باب صفات نداریم. ما میگوید هیچ شک و تردید در این باب صفات نداریم. اما اگر گفته شود که چگونه الله قدمش را در روی دوزخ میگذارد و چگونه میخندد، میگه در این جواب میگوییم این مسئله چگونگی و کیفیت تفسیر کرده نمیشود، توصیف نمیشود و از هیچ کسی از علما میفرماید که نشوندیم که آن را توصیف کرده باشد یا که تفسیر کرده باشد، بیان کرده باشد، بلکه آن چیزی که ظاهری آیات هست ما با آن ظاهری آیات تسلیم میشویم و اقرار رو باور میکنیم و این رو میگذاریم. و ابوبکر خلال رحمت الله علیه میگوید که ابوبکر مروزی برای ما روایت میکند از ابو عبدالله در مورد احادیثی که جهمیه در باب صفات و رؤیت الله و اسراء و معراج مسئله های عرش الله سوال کردم و ابو عبدالله این احادیث رو صحیح دونستند و گفتند. ابو عبدالله امام احمد صحیح دونستند و گفتند. علما این احادیث را پذیرفتند، قبول کردند و این خبرها را چنان که روایت شده است ما میپذیریم و تصدیق میکنیم و قبول میکنیم. و مروزی رحمت الله علیه میگوید که ابو عبدالله گفت گاه شخص در برخی از این اخبار یا که این روایت چنان که وارد شده است اعتراض میکند. گفت تعصب برخرج میکند، یک تعصبیت در این کار میکند، تعصبیت در این راه دارد و فرمود که اعتراضی وی در این بخش صفات که وارد شده است معتبر نیست و مورد پذیرش و قبول هم نیست. این نکته را امام احمد گفتند. پس انا همینجا اگر هر کسی که در باب صفات اعتراض کرد اعتراضش رو میگذاری به خودش، یعنی قبول نمیکنی. و امام احمد در اینجا فرمود که اخبار، خبرها و روایت چنان که وارد شده است پذیرفته شده هستند و تصدیق کرده شده هستند در باب صفات. و امام حافظ ابوبکر احمد ابن علی ابن ثابت خطیب بغدادی رحمه الله در کلام الصفات میگوید که اما شخص در باب صفات یعنی مذهب سلف در باب اخبار صحیحی که در سنن وارد شده است اثبات صفات و برداشتن آنها را به معنای ظاهرشون پذیرفتند و کیفیت و تشبیه را از آن رد کردند. و می‌فرماید که اما گروه این صفات را نفی رد کردند در حالی که الله سبحانه و تعالی آن را برای خود ثابت کرده است. گروه صفات الله را رد کردند، نفی کردند در حالی که الله برای خود آن را ثابت کرده است، ثابت دانسته است و سخن آنها را باطل گردانده است الله سبحانه و تعالی. و می‌فرماید که گروه هم این صفات را برای الله ثابت کردند اما با تشبیه، با کیفیت با سوی این روی آوردند، اینها هم گمراه و بدبخت شدند. و می‌فرماید که مقصد اساسی این است که باید انسان راه میانه را پیشه کند، راه وسط را پیشه نماید و در دین الله غلو نکند، تفرید نکند، نه افراطی باشد نه تفریطی باشد و کوتاهی هم نکند. و می‌فرماید که اصل در این مسئله آن است که سخن گفتن در صفات
بخش از سخن گفتن در ذات میباشد. سخن گفتن در صفات بخش از سخن گفتن در ذات میباشد و سخن گفتن در این دو مورد، اینه که در ذات و در صفات، در این دو بخش نباید با تعویل یا که با تعطیل یا که با انکار قرار بگیرد. و این را امام حافظ قوام سنت ابوالقاسم اسماعیل ابن محمد ابن فاضل الترمذی الاصفهانی در الحجه بیان محجه در باب صفات ذکر یادآوری کردند و امام بغدادی خطیب بغدادی که روایت کردن این را ذکر نمودیم. یکی چنان که ما ذات الله را صفات می‌نماییم، ذات الله را ثابت می‌کنیم بدون کیفیت، بدون تشبیه، از این خودداری می‌نماییم، همچنین صفات الله سبحانه و تعالی را، صفات الهی را انا همین گونه اثبات می‌نماییم، انا همین گونه سخن می‌گوییم، برای الله ثابت می‌کنیم و از کیفیت تشبیه خودداری می‌نماییم. و همچنین می‌فرماید که یکی خطیب بغدادی و این مذهب اهل سنت است و این مذهب اهل سنت است. و یک نقطه دیگر رو میگوید این مذهب اهل سنت است. مسلمانان روایت را میشنوند و عقلش آن را درک نمیکند مانند حدیثی که از رسول الله روایت است: خلق الله آدم علی صورته، الله آدم را بر صورتش خلق کرد. و روایت دیگری که شبیه مانند این هستند میفرماید شیخ که در این صورت بر این انسان لازم است که تسلیم باشد و آن را تصدیق کند و بپذیرد و در مورد کیفیت آن راه تفویض را پیشه نکند و برای آنها اهل تعطیل، تعویل، تشبیه راضی نشود و در این مورد در باب اسما و صفات رأی، فکر، اندیشه و نظر و دیدگاه هوا و هوس خود را نگاه نکند، چون هوا و هوس انسان را به سوی هر سو کشاندنش ممکن است. می‌فرماید زیرا اینکه هر کس چیز را از این مورد بیان صفات الله سبحانه و تعالی را با رأی، با فکر، با هوا و هوس خود اگر نظر کند، منبع اساسی آن اگر هوا و هوس باشد، انسان قطعا اشتباه میکند و راه را خطا میگیرد و گمراه میشود. ابوالمنعم سلیم رحمت الله علیه میفرماید که این که گفتم که راه تفویض را در پس گیریم، مقصد تفویض کردن، تفویض میگویند یکی سپردن کیفیت آن، یکی سپردن کیفیت صفت بر او سبحانه و تعالی میباشد. ذکر و بیان نکردن کیفیت آن، این رو به الله سبحانه و تعالی واگذار میکنیم، نه اینکه معنی این روایت را با عقل خود، با هوا و هوس خود بیان کنیم. چون که اهل بدعت با مثال میارد، چون که اهل بدعت از اشعری ها این مذهب را اختیار کردند و معنای صفات را اثبات نکردند بلکه انکار کردند، بجز 8 صفات یا که 7 یا که 8 صفاتی از الله سبحانه و تعالی. برای همین زمانی که از امام مالک رحمت الله علیه در مورد استوا سوال کرده شد، چی گفت؟ از کیف و غیر معلوم گفت. کیفیت و چگونگی استوا معلوم نیست گفت، ولی استوا و غیر مجهول، و گفت که استوا مجهول هم نیست، ولی ایمان به واجب و سوال عنه بدعه. ایمان آدم بر این واجب است و سوال از این بدعت است گفتن. اکنون در قول امام مالک که گفتن که والکیف غیر معلوم، کیفیت و چگونگی استوا غیر معلوم است، ولی استوا غیر مجهول و استوا معنای استوا مجهول نیست، ولی ایمان به واجب و ایمان با این واجب است، سوال آن بدعت است. یا که در دیگر روایت اومده که الاستواء معلوم، استوا معلوم است و کیف مجهول و کیف آن مجهول است و سوال عنه بدعت، سوال از آن بدعت است. همین خیر روایت هم دیگر روایت هم با این معنی اومدگی است. انا که در این مورد عبدالله ابن یوسف الجادی رحمت الله میگوید که هر کسی که در پاسخ امام مالک با این سوال در کیفیت استوای الله بر عرش اگر دقت کند، اهمیت بدهد، نقطه های مهمی را پی میبرد، نقطه های مهم بر وی روشن می شود. یکم، کیفیت و چگونگی صفات بر بندگان معلوم نیست، یک مجهول است. معنای صفات در زبان عربی معلوم و واضح روشن است، معنای استوا. و ایمان به صفات چنان که الله متعال آن را خبر داده است، به وجود آگاهی از معنای آنها و جهل با کیفیت و چگونگی آنها امر واجب است، به خاطر آنه که در عموم ایمان به الله متعال داخل می شود. و چهارم نقطه میگه کم یا که زیاد سوال کردن و کنجکاوی در این موارد بدعت و مذموم است و هیچ که از سلف را ما نمیدونیم که آن اینگونه کمکابی ها یا که کنجکاوی ها کرده باشند. در العقیده السلفیه رقمی 58 ذکر شده است. و امام ابو عثمان رحمت الله علیه در بیان مذهب سلف، در بیان اثبات صفات ها میفرماید که درباره صفات ها میفرماید که و سلف صالح پروردگارشان را با صفات میشناسند که وی در قرآن، در کلام الهی، در
قرآن سخن گفته است، با قرآن سخن گفته است، یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن صفات برای الله سبحانه و تعالی گواهی داده است و این در احادیث و روایت‌های صحیح ثابت شده است و روایت‌های عادل و ثقه هستند که از ایشان نقل شدند و آنچه را که صحابگان کرام از زبان رسول الله ثابت کرده‌اند قبول داریم، قبول است، بدون اینکه تشبیه مانند کردن صفات الله سبحانه و تعالی با صفات مخلوقات. اعتقاد اهل سنت در صفحه 43 ذکر نموده. و ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه که کتاب به نزدیک ما کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد را با همراهیش به اتمام رساندیم، این امام بزرگ ابن قدامه رحمت الله علیه می‌فرماید که مذهب سلف در مورد ایمان به صفاتها، به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی خود را در قرآن کریم توسط رسولش وصف کرده است، ایمان آوردن بر این نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بدون افزودن، بدون زیادتی کردن و بدون کاستن، بدون کم کردن میپذیرند و تجاوز کردن در این معنا را به معنای تفسیر و تعویل بر مخالف ظاهرش نادرست شمردند. بلکه این صفاتها را چگونه که الله در خود ثابت کرده است و رسول الله بیان کرده است تصدیق کردند و علم کیفیت آن را بر الله سبحانه و تعالی گذاشتند، واگذاری کردند. این را در ذم و تعویل در صفحه 11 ذکر نمودند. امام حافظ ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه میگوید که و دیدگاه درست، یعنی که نظر درست و صحیح همان دیدگاه سلف صالح است که آیات‌های صفات و احادیث را که در باب صفات وارد شده‌اند چنان که وارد شده‌اند میپذیرند، پذیرفتند و تصدیق کردند بدون اینکه آنها را تفسیر نمایند، بدون بیان کیفیت آن، بدون بیان چگونگی آن و بدون اینکه به چگونگی آن بپردازند و بدون اینکه برای آن مثال‌ها بزنند قبول کردند. و می‌فرماید که از هیچ یکی از آنها، از سلف صالح، از صحابگان کرام و کسانی که بعد از آنها آمدن از آنها پیروی کردند، از هیچ یکی از آنها مخالف این رسالت ثابت نشده است و صحیح نیست. و قول امام احمد رو نیز در ذکر می‌نماید که و می‌فرماید و نیز سلف صالح در معنای آنها، در معنای باب صفات الله سبحانه و تعالی فرو نرفتند، چقور داخل نشدند و نه در این معنا مثال‌ها نزدند، اگرچند که یک عده از پیروان از روش مقاتل گرفتند، چیزی از این امور پرداختند. البته که می‌فرماید که در این مورد از مقاتل پیروی کردن نمی‌شود، از او اقتدا کردن نمی‌شود، بلکه از ائمه پیروی کردن می‌شود، همچون ابن مبارک، همچون مالک، همچون ثوری، همچون اوزاعی، همچون شافعی، همچون احمد، همچون اسحاق و غیر از عالمان کبار اهل سنت. با آنها در این باب اقتدا کردن می‌شود. اینا اصلا ائمه بزرگ. بارک الله فیکم. سپس مؤلف میگوید که و من لم یعرف تفسیر الحدیث، هر کسی که تفسیر احادیث را نداند و یبلغه عقله و عقلش بر آن نگیرد، عقلش درک آن را نکند، عقلش بر آن نرسد و قد کفی ذلک و احکم له، برای وی انا همین اندازه کافی است که آن را تصدیق نماید. فعلیه الایمان به، بر وی لازم است که بر آن ایمان بیاورد و تسلیم و بر آن تسلیم شود، مثل حدیث صادق المصدوق، مثل حدیث صادق و مصدوق. و اینجا اشاره بر حدیثی که در صحیحین از عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و صادق و مصدوق است و بر ما گفت ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما، به درستی که با وجود آوردن یکی از شما در شکم مادر است 40 روز، فی بطن امه نطفه، 40 روز در شکم مادرش آب منی قرار میگیرد، واقع میگردد. ثم یکون علقه مثل ذلك، بعد این 40 روز پسان مانند خونی بسته شده قرار میگیرد. ثم یکون مضغه مثل ذلك، سپس مقدار یک پارچه گوشتپاره تبدیل میگردد. ثم یرسل الیه الملک فینفخ فیه روح، سپس بعد این ملائک به سمع این جنین روانه کرده می شود و در آن روح دمیده می شود. فیؤمر باربع کلمات، سپس بر 4 کلمه امر کرده می شود. بکتب رزقه، بر کتاب نامه رزقش و عجلش و عملش، و این انسان شقی است، بدبخت است، یا که سعید است، یا که نیکبخت است. فوالله الذی لا اله غیره، قسم به نام آن ذاتی که غیر او معبود بر حق نیست. ان احدکم لا یعمل بعمل اهل الجنه، بدرستی که یکی از شما عمل اهل جنت را انجام میدهد، ما یکون بینه و بینها ذراع، بین ابنه و بین جنت مگر یک ذراعی میموند. ذراع چی است؟ اورنج. فیسبق علیه کتاب، و کتاب وی سبقت میکنند او را. فیعمل بعمل اهل النار، کتاب که وی را سبقت مینماید این با عمل
عمل اهل جهنم عمل میکنه فیدخلها، پس داخل جهنم میشود. این نقطه بسیار نقطه ترس‌آور است. و سپس میفرماید که و ان احدکم لا یعمل بعمل اهل النار، بدروسی که یکی از شما عمل اهل جهنم رو انجام میدید، عمل اهل النار رو انجام میدید، حتی ما یکون بینه و بین الا ذراع، حتی بین این بنده و بین جهنم یک زیرا باقی میماند. فیسبق علیه کتابش بر روی سبقت میکند، فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلها، عمل اهل الجنت رو انجام میدید حتی داخل جنت میشود. برای همین مؤلف فرمود که و مثل ما کان مثله فی القدر و مثل احادیث رؤیه کلها، از قبیل احادیث اخبار و روایت هایی که در مسئله تقدیر وارد شده است، حدیثی که خواندیم و همچنین تمام آن احادیثی که در باب رؤیت دیدار الله وارد شده است. پس ایمان به تقدیر یکی از اساسهای ششگانه ایمان است که در باب ایمان، در باب رکنهای ایمان ذکر کردیم. در بالا ایمان به الله، فرشتگان، کتاب‌ها، رسولان و پیامبران، ایمان به تقدیر نیک و بد آن همچنین. این شش اصل ثابت است. و قول الله سبحانه و تعالی در این باره در سوره بقره آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان آوردن رسول بما انزل الیه و آنچه که از جانب الله بر اون نازل شده است، و المؤمنون هم ایمان آوردن، کل آمن بالله، همه آنها رسولان و پیامبران و مؤمنان به الله ایمان آوردن و ملائکه ها و کتاب ها و رسولان، ولا نفرق بین احد من رسله. این نقطه مهمی است که طایفه در اینجا گمراه شدن و بین هیچ رسول فرق نمیگذاریم، تفریقه نمیگذاریم، نه اینکه بعضی از رسول رو بپذیریم بعضی از رسول رو نپذیریم، بلکه همه آنها ایمان می‌آوریم. و قول الله سبحانه و تعالی در بیان ایمان از در اینجا، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والنبیین، ولکن بیر نیکویی آن است که ایمان به الله آوردن و روز آخرت ایمان آوردن و ملائکه و کتاب و نبیین ایمان آوردن. 5 اصول ایمان. و در بیان قدر باشد قول الله سبحانه و تعالی ان کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را با تقدیر آفریدیم، با اندازه و تقدیر آفریدیم. این علم پیش گذشته است و در لوح المحفوظ ثبت شده است. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، الله هر چیزی را آفرید، هر چیز از مخلوقات الله است، فقدره تقدیرا، و این هر چیزی را با اندازه معین آفریده است. و نیز الله می‌فرماید که و ما یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله، هر کس که کافر شد به الله، ملائکه و کتاب ها، رسولان و روز آخرت، فقد ضل ضلالا بعیدا، بدرست که یک گمراهی عمیق چقور در آمده است، یک گمراهی چقور بدرست که در داخل شده است. پس ایمان به تقدیر یکی از اصل‌های اصول اعتقاد اهل اسلام و جماعت است. هر کی به آن ایمان نآورد پس وی مؤمن است. پس قدر چی است؟ قدر این که الله میداند آن چی واقع می شود و آن را در لوح المحفوظ کتابت نموده است. در لوح المحفوظ آن چی که واقع شدنی است و در این هیچ شک و تردید نیست، آن را الله سبحانه و تعالی میداند و آن را در لوح المحفوظ کتابت کرده است. و ایمان بر این که هیچ چیز پیدا نمیگردد، پیدا نمیشد مگر با اراده و تقدیر الله سبحانه و تعالی، اراده او. ایمان بر این که او خالق تمام چیز است، تمام هستی است، هیچ چیزی در عالم پیدا نمیشد مگر به اراده و تقدیر الله سبحانه و تعالی. او خالق هر چیزی است. و ابن قیم رحمت الله علیه 4 نمود تقدیر را بر ما ذکر یادآوری کردند. تقدیر اول تقدیر عمومی است که امام مسلم در حدیث عبدالله ابن عمرو ابن عاص این را بیان کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که كتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، الله سبحانه تقدیر تمام مخلوقات را 50,000 سال پیش، به 50,000 سنه، 50,000 سال پیش این که آسمان ها زمین را بیافرد این را آفرید. قال و عرش علی الماء، در حالی که عرش الله سبحانه در بالای آب قرار داشت. این تقدیری عمومی است. دوم تقدیری سین و سال است. از حدیث ابن مسعود در صحیحین اشاره میکند که در بالا گفتیم با وجود آوردن هر کدام ما و شمایان در بطن مادر است 4 چیز کتابت می شود. کتب رزقه، رزقش، عملش، اجل است و شقی است یا که بدبخت است، در بخاری. و تقدیری سالانه هست، تقدیری سالانه. قول الله سبحانه و تعالی در شب قدر فیها یفرق کل امر حکیم، در شب قدر هر فرمان موافق حکمت صادر می شود و هر چیز در یک سال رخ می دهد، روی می دهد، از زندگی، مرد، فقر، خیر، شر، غیر چیزها. این فرمان از جانب الله است. و تقدیری هر روزه که قول الله سبحانه و تعالی کل یوم هو فی شأن، و او هر روز در شأن کار است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که در فرموده این قول الله سبحانه و تعالی و او هر روز در شأن کار است، گفتند که آن کار است که گناهان را می‌آمرزد، غمگینی را دور می‌سازد، بعضی را بلند می‌سازد و بعضی را پس می‌زند. در ابن ماجه خلاصه ابن حدیث را حدیث حسن خوب گفتند. یعنی پس ایمان به تقدیر در برگیرنده 4 مرتبه: علم، کتابت، مشیت و اراده. و آفرینش یا ایجاد کردن این 4 مرحله تقدیر است. هر کی بر چیز از این باور ندارد پس وی ایمان ندارد. علم، کتابت، مشیت و آفرینش.
به این معنا که الله میداند که فلانی به دنیا می آید و آن را در لوح المحفوظ کتابت کرده است و وقتی پیدا شویش برسد و الله بخواد پیدا شود خلقش میکند، می آفریندش. پس در اینجا سببها و دلیلهای رسیدن به سرنوشت ساز، سببها و دلیلهای رسیدن به سرشت، به سرنوشت در بین تقدیر نیکی. اولا دانستن و شناخت دلیلها از آثار صحیح، زیرا آثار صحیح کتاب و سنت قلبها را از شبهه ها شفا میدهد. اگر چیز در دل تو پیدا شد با سوی این باز بگرد. دوم تسلیم شدن مطلق، یعنی تسلیم شدن مطلق با دلایلی که در این باب ذکر شده است و بدونیم که این قدر تقدیر الله سبحانه و تعالی این سیر الله است. کسی این را دانستن نمیتواند و کسی خود را هم زحمت نکشد به دانستن این. و در مورد قدر عموماً باید بحث جدال نشود، تسلیمی تام و اینکه بدونی که آنچه که در سرنوشت تو نیست بر تو نخواهد رسید، آنچه که در سرنوشت تو نیست بر تو نخواهد رسید و آنچه که بر تو رسید نمیتواند از تو دور شود. پس بر هر زن و مرد مسلمان واجب است که دری و قضا و قدر تقدیر نیکی بد را ببندد، چون این سیر الهی است، کسی بر آن رسید نمیتواند. و علاج این آن است که پیامبر برای ما تعلیم دادن اگر مصیبت برای انسان رسید قدر الله ما شاء فعل، تقدیر الله آن چیزی که بخواهد می شود، انجام می‌یابد. این تقدیر الله از هر چی بخواهد آن می شود، نه هر چیزی که تو بخوای آن می شود، بلکه الله هر چیزی که بخواد آن می شود و خواستی تو نیز با اراده الله قرار می گیرد، الله سبحانه و تعالی قرار می گیرد. و نقطه آخر از این کتاب مبارک و همین درس رو جمع بست میکنیم. مؤلف میفرماید که و مثل احادیث رؤیت کلیه در آخر سخنش و نیز همچنین تمام احادیثی که در باب رؤیت وارد شده اند در اثبات اینکه مسلمانان در آخرت پروردگارشون را میبینند، احادیث صحیح و معتبر در این مورد وارد شده است. از جمله حدیث جابر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم، میگوید که ماه شب 14 به سوی ماه شب 14 نگاه کرد و فرمود اما انکم سترون ربکم، ادروسی که شما پروردگارتون میبینید کما ترون هذا القمر، چون این قمر این ماه طور دسته همین گونه پروردگار میبینید. لا تضامون فی الرؤیته، در دیدار آن مشقت برای شما نخواهد بود، و در اینجا نقطه را ذکر کردم. اگر میخواهید دیدار پروردگار و با دیدار پروردگار شما مشرف شوید، اگر شما میخواهید که در روز قیامت با دیدار پروردگار مشرف شوید، سعی کنید، تلاش کنید نماز صبح و عصر را محافظت نمایید در وقتش. و سپس جابر این آیت رو تلاوت کردند و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. این است و یا عالم بودن الله را قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب به پاکی یاد کنید. این حدیث صحیح بخاری روایت شده است. و همچنین حدیث ابی هریره که میگوید کسانی گفتند ای رسول الله، آیا پروردگارمان را در روز قیامت میبینیم؟ رسول الله فرمودند که بل هل تضامون فی رؤیت الشمس فی الظهیره، آیا در روز صاف و در روز بی ابر مشقت در دیدار آفتاب میبینید؟ روزی که به ابر صاف است، پاکیزه است، یگان مشقت در دیدار آفتاب میبینید شما؟ گفتن نه. و رسول الله در این هنگام فرمودند هل تضامون فی رؤیت القمر لیلة البدر لیس فی سحابه، آیا در دیدار ماه شب 14 که هیچ ابر نیست، ابرها پنهان هستند، مشقت میکشید در دیدار آن؟ صحابگان کرام گفتن نه. و رسول الله فرمودند فوالذی نفسی بیده، سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست، لا تضارون فی رؤیت ربکم، در دیدار پروردگار دچار مشقت و مشکلی نخواهید شد. روایت مسلم است و ابی داود این روایت کردند. و همچنین حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه فرمود ای رسول الله، آیا در روز قیامت پروردگارم را میبینیم؟ گفتند. و همچنین رسول الله گفتند که هل تضامون فی رؤیت الشمس والقمر، آیا در دیدار آفتاب و ماهتاب شما یگان مشقت میکشید؟
اذا كان صحوا، اگر که آفتابی باشد ماه نباشد. گفتن نه، انکم لا تضارون فی رؤیة ربکم یومئذ، و طور قطع تاکید کردم که شما در آن روز پروردگارتان را در دور پروردگار مشقت نمیکشید. روایت بخاری و مسلم است. و حدیثی صهیب ابن سنان رضی الله عنه که فرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اذا دخل اهل الجنه جنة، اگر اهل جنت داخل جنت شوند، قال یقول الله تبارک و تعالی، گفتند که الله سبحانه و تعالی میفرماید تريدون شيئا ازيدكم. الله تبارک و تعالی وقتی اهل جنت داخل جنت میشن بر آنها میپرسد آیا میخواید چیزی دیگری را، نعمت بیشتری میخواید برایشون بدهم، برایشون بیافزایم؟ فیقولون الم تبید وجوهنا، ای پروردگار آیا چهره های ما رو سفید نکردی؟ نکی ما رو از جهنم نجات دادی، ما رو خوشبخت گرداندی. الم تدخلنا الجنه، آیا پروردگار تو ما رو داخل بهشت نکردی؟ و تنجینا من النار، پروردگار آیا ما رو از جهنم نجات ندبخشیدی؟ قال میگوید فیکشف الحجاب، این هنگام است که حجاب برداشته می شود، این هنگام است که حجاب برداشته می شود. فما اعطوا شیئا احب الیه من نظر الی ربهم عز وجل، این جنت با تمام زیبایی ها با زینت هایش، میفرماید رسول الله فما اعطوا شیئا، چیزی داده نشد بر آنها دوست داشته تر از نظر کردن بر روی پروردگارشان. هیچ چیز زیبایی را دیگر در آن را جز دیدار پروردگار نیافتند. روایت بخاری و ترمذی و ابن ماجه است. و همچنین حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند جنتان من فضة، دو باغ است، من فضة آنیتهما، دو باغ است که ظرفای آنها در آنجا از نقره است، ظرفای آنها در آنجا از نقره و طبق کاسه ما فیهما، آنچه که در آنجا هست. و جنتان من ذهب آنیتهما، و دو باغ دیگر است که کاسه های آنها از طلا هست. و ما فیهما، و آنچه که در آن دو جنت هست. و ما بین القوم و بین ان ینظر الی ربهم الا رداء، و بین پروردگار و بین این بندگان مگر یک ردایی هست، ردای کبریایی هست. و بین بهشتیان اهل بهشت و پروردگارشان که در این بهشت عدن، بهشت جاودانه نگاه کنند، یک مانع جز حجاب کبریایی در صورتش نیست که در حدیث بالا ذکر کردن که بعد کشیده می شود، گرفته می شود. روایت بخاری و مسلم است و ترمذی و نسائی این رو ذکر نمودند. و میفرماید امام احمد رحمت الله علیه که و ان نأت عن الاسماء واستوحش منها المستمع، هرچند از گوش ها دور مانده و شنونده از شنیدن آنها احساس ترس و وحشت هم کند، انما علیه ایمان بها، در باب صفات بدرستی بر این بنده لازم است که بر آن ایمان بیاورد. صفاتی که در بالا ذکر نمودیم همه این، اگرچه از شنیدن اینها انسان در دهشت در وحشت بیفتد، احساس ترس هم کند، وحشت هم کند، بلکه برای وی لازم است که به آن ایمان بیاورد. و ان لا یرد شیئا و ان لا یرد منها حرفا واحدا، حتی یک حرفی آن را رد نکند. و غیرها من الاحادیث المأثورات عن الثقات، و غیر همچنین در مورد احادیث دیگری که روایت ثقه روایت کرده هستند. ابن قاسم می‌فرماید که این احادیث نزد ما حق است که برخی مردم از برخی دیگر گروه بر ما روایت کردند و این لفظ اجوری در شریعه ذکر نمودند و خلال این رو هم ذکر نمودند و گفتند که این احادیث حق است و شک و تردید در آن نداریم. افراد ثقه باوریناک در مورد این با یکدیگر بر ما نقل کردن رساندند، این رو آن را تصدیق میکنیم چون که وارد شده است و با آن ایمان میآوریم. ابوبکر خلال در سنت و اجر در شریعه. و از عبدالوهاب وراق روایت است که میگوید که در مورد این احادیث اسود ابن سلیم از او سوال کردم و در پاسخ گفت که ما با حق بودن این احادیث سوگند یاد میکنیم. خلال و اجیر در شریعه روایت کردن. و از محمد ابن سلیمان ابن حبیب اسدی روایت است که گفتن که با سفیان ابن عیینه گفته شد نظر در مورد احادیثی که در باب دیدن الله سبحانه و تعالی روایت شده است چیست؟ از سفیان ابن عیینه سوال کردند، گفتند که آن احادیث حق هستند به همان صورتی که آنها را افراد ثقه روایت کرده هستند در شریعت ما آنها را تصدیق می‌نماییم. این در شریعت با سند صحیح ذکر شده است. و همچنین از فضل ابن زیاد روایت است در حالی که با ابو عبدالله احمد ابن حنبل خبر رسیده بود که شخص میگوید الله در آخرت دیده نمی شود. در زمان امام احمد یک خبری بر او رسید، بر احمد ابن حنبل، که شخص میگوید که الله در آخرت دیده نمی شود. هنگامی که این سخن بر دوش امام احمد رسید بسیار خشمگین شد و فرمود که کسی میگوید که الله در آخرت دیده نمی شود در حقیقت کافر شده است. کسی که میگوید که الله در آخرت دیده نمی شود در حقیقت کافر شده است.
و لعنت و خشم و غضب الله و خشم و غضب مردم بر آن بود. آیا الله متعال نفرموده است وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که در آن چهره ها شادمان به سوی پروردگار خود نظر میکنند؟ و نیز قول الله سبحانه و تعالی که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، هرگز چون نیست قطعا ایشان در آن روز با سبب آن کارهایی که در این دنیا زحمت کشیدن از دیدار پروردگارشان محروم نمیشوند، اما کافران در آن روز دیدار پروردگار بر آنها پوشیده میشود. پس این آیه ها بیانگر آن است که امام احمد گفته است که مؤمنان در آخرت الله متعال را میبینند. این نقطه را اجوری در شریعه با سند صحیح کردند. پس در حقیقت مذهب صحیح و مذهب سلف صالح تمام احادیثی که در این موارد ذکر شده هستند ثابت منمیان، صفات الهی را بدون تحریف و تغییر و تشبیه تکییف ذکر منمیان. نه تنها این مخصوص احادیث تقدیر باشد و بس، بلکه روایت در این مورد خیلی زیاد هم هست. به خاطرش این نقطه را امام احمد ذکر نمود، به خاطر آنه که مردمانی هستند که رؤیت دیدار الله در روز آخرت انکار میکنند، مثل شیعه ها و طایفه‌های دیگری هم هست، دیدار الله را انکار میکنند. برای همین این نقطه را با دلیل‌های قاطع از کتاب و سنت و قول علماها در اینجا ذکر نمودیم. در این درس رو بهتون میرسونیم از این کتاب اصول سنت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، و درس دیگر باشد در مورد ترک جدال و مناظره در دین رحمت الله علیه ذکر می‌نماید، و موضوعات بعدی که در اینجا ذکر می‌نماید ان شاء الله با همراهی شمایان درس خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.